در سوره توبه در آیت 29 رسیدیم که اینجا بحث دوم است. در بحث دوم ما و شما بحث اول گفتیم که در سوره توبه جهاد با مشرکین و کفار بود. مشرکینی که عهد خدا شکستاندن، اینا چی بودن؟ مشرکین حربی که همراهشان چه قسم جنگ میشد، احکامش بیان شد و به این شکل مثلا به همراه نوبت اهل کتاب هست. بحث دوم جهاد قتالی با اهل کتاب هست. در این بحث چند موضوع بحث میشه، از آیت 29 تقریبا تا آیت 37. موضوعات اول احکام تشریعی نظام جهادی اسلام در حمله شدید برای کافرای اهل کتاب هست. اهل کتاب کافر هستند و حکمشان حکم کفر است و جنگ با کافرای اینا کس جنگ که دارشان دار حرب است. یهود و نصارا دارشان دار حرب است و حزبشان حزب کفری است و منهجشان منهج کفری هست. و اگر کسی در اهل کتاب در یهود و نصارا در کفر شک میکنه، این مطلقاً کافر است. چرا؟ آیات قرآن که اینا را کافر گفته، این آیات قرآن این قبول نداره. این بسیار موضوع خطرناک است که امروز بعضی از مردم ها پیدا شدن و در قسمت اهل کتاب کفر از اینا ایجاد شک میکنن. در این آیات قرآن اول بیان میشه که اهل کتاب کافر هستن و امرای از اینا جهاد شون. دوم در این آیات بعدی که می اسباب جنگ به امرای از اینا چی مشکلات اعتقادی دارن، چی انحرافات دارن در طول تاریخ و در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، فساد فکری و اعتقادی و عملیشان بیان میشن و شبهاتی که بعضی از انسانها در مورد قتال یا جنگ با اهل کتاب شبهه ایجاد میکنن. این کلش رد میشه در قرآن عظیم شان. از این خاطر عقیده از قرآن و فکر از قرآن جور کردن این مسئله بر انسان واضح میسازه. چرا اگر کسی عقیده خود از قرآن نگیره و از اقوال مردم از نظریات دیگر را بگیره، بازی مشکلات برش بسیار پیدا میشه. ببینن در آیت 29 سوره توبه الله متعال میگه که قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. من الذين اوتوا الكتاب. اینجا بیان میکنه که چرا با امرای کافرا اهل کتاب جهاد میشه. اهل کتاب هستن. الله متعال میگه که قاتلوا جهاد بکنین. با کی؟ الذين لا يؤمنون. یک صفت اهل کتاب چی است؟ لا يؤمنون بالله و بالیوم الاخر. به الله و روز قیامت اینا ایمان ندارن. اهل کتاب کی هست؟ اهل کتاب یهودیای هستن که در مورد الله بسیار خرافات و شرکیات میگن و نصرانی ها هستن که عیسی مسیح علیه السلام به پسر الله میگن. لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. یک سببی که باید امرای از اینا جهاد شوند. ایمان نداره. وقتی که ایمان نداشت کافر است. آخرت قبول نداشت کافر است. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. اینا اهل کتاب چیزی که الله و رسولش حرام گفته او را حرام قرار نمیده. شراب نوشیده میرن میگن پیش ما پروا نداره. ساز و موسیقی و رقص و زنا و بسیاری مسائل. ولا یدینون دین الحق. دین حق اسلام اسی را قبول ندارن. ببین بعضی کسا به آیت کافر میشن. الله میگه که اینا کافر هستن، قتال شام رایشان. چرا؟ سبب اولش میگه یا به الله و روز قیامت ایمان ندارن، حرام آنچه که الله حرام کرده یا حرام نمیسازن، الله و رسولش که بیان کردن. ولا یدینون دین الحق. به دین حق اسلام هستن، ایره قبول ندارن. کی هستن این مردم؟ من الذین اوتوا الکتاب. از جمله اهل کتاب. اهل کتاب هستن. حتی یعطوا الجزیه عن ید. او وقت میتونن که در زیر بیرق خلافت اسلامی در سرزمین مسلمان ها اینا زندگی بکنن که اینا جزیه بدن. مسلمان ها زکات میدن، اینا به خاطر حمایتشان و زندگیشان زیر بیرق اسلام باید جزیه بدن. عن ید، با دست خود بدن و هم صاغرون، در حالی که اینا بسیار ذلیل هستن. نباید اونا باید بزرگ پنداشته شوند در این منطقه. اینال اینجا در اینجا مثلا اسباب کفر و گمراهی حکم جهاد با اهل کتاب بیان شد. خب با اهل کتاب چرا جهاد اینجا بیان شدن؟ چرا مسلمان ها صحابه و مسلمان ها با امرای از اینا جهاد میکردن؟
کافر بودن. اسباب کفرشان بیان شد که به الله و آخرت یک، انکار اموری که الله و رسولش حرام میکنه او را حرام قرار نمیدن، دین حق قبول ندارن و تسلیم به خاطر از اینکه به احکام الله تسلیم شوند. تسلیمیشان یک قسم است که جزیه میتن، دینشان غرض گرفته نمیشه، به دین خود میباشن لکن تسلیم نظام الله میباشن. و یا ای که امرایشان قتال میشه. حال دیگه اسباب شرکشان الله بیان میکنه که فقط امی 4 چیز است؟ نه، اسباب دیگه هم است. اسباب دیگه چی است؟ اینا در ذات الله شرک دارن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها گفتن عزیر پسر الله هست. اینا و قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا کافر هست وقتی که بگوید که عزیر پسر الله. و قالت النصارى و نصرانی ها گفتن المسیح ابن الله، عیسی مسیح پسر الله هست. ای به عیسی کافر شدن. در کریسمس وقتی که میگن که میلاد مسیح هست، چی مانا، چی عقیدهشان هست؟ میگن میلاد مسیح هست یعنی عیسی مسیح در این وقت فرزند الله تولد شدن. اینا این کفری که ضد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قبول ندارن. یک وقت ما بسیار سنم کم بود، معسل بودم، در یک مجلس رفتیم و مجلس از طرف وقت در افغانستان نو مجاهدین کامیاب شده بودن و ما معسل بودیم. بازم سفارت مجاهدین در لیبیا یک مجلس گرفته بود و در این مجلس باز همین سفیرا و میمانای خارجی و گپا رو دعوت کردم و ما همچون اونجا معسل بودیم. ما را گفتم که شما هم بین دمو مجلس باشین. ما هم رفتیم دمو مجلس. خب اونجا کلگی استاد بودن، اونجا میوه و خوراک و چیزا اونجا بود میخوردن. من در آخر منطقه دم یک گوشه رفته بودم استاد بودم و اونجا استاد بودم، دیدم که یک کس آمد اونجا پیش من قول داد How are you? I'm fine. عربی or انگلیش. من گفتم والا من انگلیسی مقدر ضعیف است، عربی میتونم گپ بزنم. دیدم عربی رو شروع کرد، گفت ما I'm ambassador، انا سفیر واتیکان. بس سفیر واتیکان است. در ایتالیا یک حکومت پاپ است به نام واتیکان میگن و این سفیرها داره از خود، حکومت از داخل حکومت. خب من خود تدیدم از دور پیش را آمدم که از جوپرسانی کردم. خب این حالت دعوت شروع کرد و برای من میگه که there is no differences between Islam and Christianity، لا فرق بین الاسلام و النصرانیه. خب عربی گپ میزنم، فرق بین اسلام و نصرانیت بین ما و شما هیچ فرق نیست و ما و شما. من گفتم صبر چون وقت من جوانم بودم، یک ذره احساساتی هم بودم و جدی هم بودم، اما تعجل برش من گفتم استاپ دروغ نگو، تو عربی رو میفهمی، تو سفیر هستی، چطور فرق نیست بین اسلام و نصرانیت؟ شما در نصرانیت میگین که عیسی مسیح پسر الله هست و ما در اسلام میگیم که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما میگیم که الله به مادر و پدر نیاز نداره و شما میگین که داره. کلان چی هست؟ بزرگترین مشکل اعتقادی شما در ذات الله مشرک و کافر هستید. وقت کمی رو گفتم یک کلمه رو گفتم که پراو من نمیفهم که پراو چی مانا میته، اما تو پراو گفته صبر کن. گفتم باش که من باید استدلال بگیرم. دیدیم که تو گریخت رفت. نال بسیاری وقتا وقتی که میبینن بسیاری وقتا جوانا را با این الفاظ با جنگ فکری فریب میدن که فرق بین اسلام و بین نصرانیت نیست و بعضی از طواغیت علمای که به نام طاغوت مطبوع گفته میشن، یکی طاغوت مطاع هست رهبرای سیاسی، یکی طاغوت مطبوع علمای درباری که به نفع طواغیت فتوا میدن. باز اینا میگه که نه یهود کافر نیست، نصرانی کافر نیست، اینا اهل کتاب هستن. الله میگه اینا کافر هستن.
و تو با آیات قرآن کافر میشی که گپ میزنی. الله متعال میگه که اسباب کفرش 4 تا رو در اونجا 3 تا رو ذکر کرد در آیات قبلی و سبب دیگه اینجا ذکر میکنه. میگه و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. اینا در ذات الله کافر شدن، با ذات الله شریک ساختن، برای الله نسبت فرزند دادن. کسی که به الله نسبت مادر بده یا پدر بده یا فرزند بده یا فرزند دختر باشه یا پسر باشه یا شریک بده یا سکرتر برای الله جور بکنه یا رئیس دفتر برش جور بکنه که الله هم از طریق از اینها پیش از اینا میره، مثل از طریق بت‌ها به الله نزدیک میشه لا یقربونه. این کلش در ذات الله شریک ساختن است. پس الله متعال میگه که این دیگه چیزشان است که یهود به این علت کافر شدن و نصرانی ها به این علت کافر شدن. ذالک قولهم بافواههم، این سخنایشان با زبانشان است که خودشان اعتراف میکنن. یداهون قول الذین کفروا، اینا چی میکنن؟ با گفتاری که با گفتار کافرایی است که عین سخنای مساوی و مشابه با سخنای کافرایی است که قبل از اینا میگفتن. قاتلهم الله، الله اینا را هلاک بگردانن. انا یفکون، هر تهمتی که بالای الله میکنه. اینا بالای الله تهمت میکنن، در ذات الله شرک میارن و شما میگه که نه یهود و نصارا اینا کافر نیستن. سوم، ایمان به طواغیت مطبوع. دیگه مشکلشان چی هست؟ یهود و نصارا ببینین در ذات الله مشرک بودن، قالت الیهود و قالت النصارا. این هم کفر است. یک کسی به طاغوت ایمان می داشته باشه. اینا به طاغوت ایمان داشتن و این طواغیت معبود خود قرار می دادن. کدام طواغیت هم؟ ما شما گفتیم یکی طاغوت مطاع هست که قانون می سازه، در رأس حکومت است، قانون ضد شریعت الله را تطبیق می. یکی قانون طاغوت مطبوع هست که حلال الله را حرام می سازه و حرام الله را حلال می سازه. الله متعال میگه اتخذوا اهل کتاب، اینا گرفتن احبارهم، حبر عالم میگن، احبار جمعش علمای خدا، و رهبان جمع راهب هست. راهب خدا، راهب کی است؟ امو فادر و مادر و کشیش و پاپ اینا هستن که نصرانی ها پیرایشان هستن. اینا را میگن که اونا علمای خدا و اینا هم پیرای خدا. اربابن، معبودان خود گرفتن. ارباب جمع رب هستن، از اینا رب جور کردن. رب کی هست؟ در اصل رب العالمین الله هست که تعیین کننده احکام است. حلال، حرام، جایز، ناجایز، حق، باطل، خوب، زشت، درست، غلط الله تعیین میکنه و ما مجبور هستیم بفهمیم که این الله حرام گفته حرام است، الله حلال گفته حلال است، الله حق گفته حق است، الله باطل گفته باطل است. الله جایز گفته استفاده میکنیم، الله ناجایز گفته ناجایز میدن. پس ارزش ها را الله تعیین میکنه. اینا چی مشکل دارن که طواغیت مطبوع، یعنی علمای درباری که فتوا میتن و پیرایی که فتوا میتن ضد شریعت الله، یهود و نصارا از امی علما و پیرای خود چی میکردن؟ پیروی میکردن. اینا پیروی چی قسم میکردن؟ که اینا را رب خود ساخته بودن، برای از اینا صلاحیت تشریع داده بودن که برشان قانون بسازن، شریعت الله را تغییر بدن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله بغیر از الله. این دو عیبشان. سوم چی عیب داشتن؟ والمسیح ابن مریم، عیسی پسر مریم عبادت میکردن، پیغمبر الله را معبود خود قرار دادن. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. برای اینا امر نشده بود مگر اینکه باید به یک معبود عبادت بکنن. اینا 3 معبود عبادت میکردن. یک معبودشان احبار بود که اونا ضد شریعت الله برشان قانون میساخت، این اطاعت میکرد. 2 رهبان بود، پیرایی که برای اینا شریعت الله را تغییر میداد، اطاعت میکردن. 3 عیسی مسیح علیه السلام بود که وقتی عیسی مسیح رفت ادعا کردن که او فرزند الله هست، او را به عبادت گرفتن، او را لارد میگن، لارد، رب خود میگن. الله متعال میگه که اینا چیست؟ و ما امید اینا امر نشده بودن اهل کتاب. اهل کتاب اصلی که مسلمان بودن، پیروای پیغمبرا بودن، اونا چی گفته شده برشان؟
لیعبدوا الها واحدا، به معبود یگانه باید اینا عبادت بکنن. لا اله نیست، اله یعنی کسی که ذاتش عبادت شود، معبود به حقی که ذاتش عبادت شود، و طاغوتی که صلاحیت داشته باشه در بین انسانها قانون ضد شریعت الله بسازه. این معبودا و این طاغوتا و قانون سازا کل از باید نفی شود. اینا مستحق عبادت نیستند. پس کیست مستحق عبادت؟ الا هو، بغیر از الله که معبود حق است و تعیین کننده حکیم است که تعیین کننده احکام به حق است. سبحانه و پاکی است برای الله اما یشرکون، از آن چیزی که اینا شرک میکنن. بعضی اوقات حتی بعضی صحابه مثلا در فهم بعضی مسائل فکری و اعتقادی مشکل می داشتن. مثلا یک صحابی عدی بن حاتم نام داشت. این قبلا نصرانی بود. با این فکر بود که یعنی انسان وقتی از دایره ایمان خارج میشه، یک وقتی یک انسان مثلا عبادت غیر الله را میکنه که بر از او رکوع بکنه یا سجده بکنه، او رو معبود خود قرار میده. او فکر میکرد تنها معبود همین معبودای باطل هستن که عبادت میشن و رکوع میشن، اما طاغوت درست نمیشناخت که بعضی طواغیت هستن که ادعا میکنن. از این خاطر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت میخونه، عدی بن حاتم میگه که ما آمدیم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبلا نصرانی هست، نه مسلمان شده. میگه در گردنم یک تا صلیب بود. این صلیب نشان علامت چیه؟ صلیب از طلا میگه جور کردن در گردن خود ما انداخت. خب حال مسلمان شده اما عمیق مثلا مسائل اعتقادی و فکری اسلامی را نمیفهمن. میگه وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فوراً میگه مرگ فی ده گلون چی است؟ اطرح هذا الوثن، این بت وسو کو است، وسو پات. میگه من کندم و وسو انداخت. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت تلاوت کرد که اهل کتاب علما و پیرای خود معبودان خود گرفتن، رب خود قرار دادن. باز میگه برای من سوال پیدا شد. من گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما علما و پیرهای خود عبادت نمیکردیم، یعنی برش ما رکوع و سجده و کارا نمیکردیم، چطور در این آیت شریفی قسم گفته شده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حال متوجهش میسازه که تنها عبادت به رکوع و سجده نیست. وقتی که قانون غیر الله را که ضد حکم الله هست، فتوای از او یا قانون از او را پذیرفتی، همین پذیرفتن قانون، اطاعت از قانون، این هم عبادت است. برش میگه که اگر اونا حلال الله را حرام میکردن میپذیرفتین، اگر حرام الله را حلال میکردن شما اطاعتشان رو میکردین، گفتی کارم میکردین. اونا بعضی اوقات چیزی که در کتابای ما حلال میبود و حرام میگفتن، حرام میبود و حلال میگفتن و ما اطاعت میکردیم. گفت اینمی هست معنای رب گرفتن. پس معبود گرفتن، تنها معبود این نیست که تو را عبادت بکنی. وقتی که از قانون کسی اطاعت میکنی، او را هم معبود خود قرار دادی. این فهم درست است، فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم از عقیده توحید است. حال هم بسیاری کسا هستن والا ما نماز، مثلا یک وقت کمونستا بودن میگفتن ما نماز میخوانیم، ما روزه میگیریم، ما را کافر میگه و در پیشانی ما کافر نشان نیست. نه خیر، شما به خاطر ازی که شما مثل یهود و نصارا واره از لینن و مارکس قانون میگرفتین، قانون اقتصاد، قانون سیاست، قانون جامعه، این از کی میگرفتین؟ اربابتان، ربایتان اونا را جور کرده بودین. پس به این حساب شما کافر شدین. این حال کسی که مطابق قرآن و سنت عقیده خود درست نمیفهمه، پس بسیاری وقتا برای چی فکر میشه که والا اگر رکوع کردی به یک کس تو کافر شدی، اگر سجده کردی به یک کس کافر شدی. اما اگر قانون یک کس اطاعت کردی، در حالی که در اینجا که هست اگر از قانون غیر الله هم اطاعت کردی، چی فرق از بین اطاعت از قانون و بین عبادت خواندن به غیر الله؟ به غیر الله عبادت هم کنی، او رو رب خود قرار دادی، به غیر الله اطاعت از حکمش بکنی، چون امی اطاعت از حکم هم عبادت است.
این الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ایاه. دمی آیت علما میگن که چیزی که میگه این الحکم نیز حکم صلاحیت قانون سازی مگر مخصوص الله هست که این احکام میکنه. باز پشت سرش گفته که امر ان لا تعبدوا الا ایاه، باز گفته شما عبادت نکنید، یعنی عبادت در حکم. حالا بسیاری کسا عبادت در نماز میفهمه، عبادت در روزه را میفهمه، اما عبادت در حکم، عبادت در قانون، عبادت در تشریع، توحید تشریع بسیاری نمیفهمن. چرا؟ بسیاری کسایی که در پانتونهای تواقیت درس میخوانند و دیگه قرآن درست نمیخوانند و عقیده را درست کامل نمیفهمن، از این خاطری برش همون استادای شیخ ملامت نیست، برش لیسانس و ماستری و دکترا میته، لکن برش چی کدر؟ همین مسئله ولا و برا و طاغوتی گپا را کلش از دین حذف کرده. اگر کلمه طاغوت بگی باز قار میشه که چرا شما قدر طاغوت میگن، در حالی که در قرآن میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله بالجبت و الطاغوت، آمده در قرآن اصطلاحات. لکن بسیاری کسا چون همکلانایشان خودشان تواقیت مطبوع هستن، علمای درباری هستن، اینا به نفع از او تواقیت، حالا اگر برای شاگردای خود درست عقیده توحید درس بتن و اونا بفهمن این مسئله را، واسه اینا خوی تواقیت قبول نمیکنن، بر از اونا عسکر نمیشن، در لشکر از اونا نمیرن، از اونا اطاعت نمیکنن، چون میفهمه که کلان ما، سردار ما خود طاغوت است. وقتی که ما عسکر ازی شدیم، ما عسکر کی شدیم؟ جند طاغوت شدیم. ان فرعون و هامان و جنودهما، تنها فرعون پاچا بود، هامان، فرعون پاچا و سردارشان بود، هامان وزیرش بود و جنودهما و لشکرش، عسکرایش، اردوش، پلیسش، اینا کلش طاغوت از اینا داخل میشه. باز کسی عسکری از اینا را نمیکنه، در لشکرشان داخل نمیشه، در فوجشان داخل نمیشه. چرا؟ میفهمه که اگه من داخل شدم در فوج و لشکر طاغوت داخل شدم. از این خاطر اینا چی میکنن؟ حتی در پانتونایشان که ببینید چی مسائل درس دادن نمیشه. وقتی کتاب عقیده مثلا عقیده را میخونی، در عقیده مثلا در مورد وجود الله گپ میزنه، دلایل وجود الله، دلایل وجود الله، دلایل وجود الله، از پایان دلایل بگیریم تا از بالا دلایل بگیریم. این موضوعات بحث میکنه و موضوعات فلسفی بسیاری اوقات که خودت ایران میمونی که چی میگه، یکی همین عقیده را میگه مثلا یک چند نمره بیریم کامیاب شم، من هیچ کتاب نفهمیدم. این موضوعات چرا؟ این موضوعی که مثلا نواقض ایمان چی هست، موضوع تکفیر چی هست، چه وقت لازم است که اولادای خودم ما مثلا حکم تکفیر تعلیم بدیم. مثلا بعضی مسائل است باید بر اولاد درس بدی که او اولاد من فکرت باشه که یهود کافر است، یهود مسلمان نگویی که خودت کافر میشی، نصرانی کافر است، نصارا را کافر بگی و تکفیر بکنی اگر خودت کافر میشی. بت پرستا که از اینا کافر هستن و فکرت باشه که بت پرست و قبر پرست مسلمان نگویی که خودت در کفر داخل میشی. این مسائل چی میکنن؟ مسائل ولا، برا، جهاد، طاغوت، کفر به طاغوت، مشکل احبار و رهبان، توحید در تشریع، شرک در تشریع، اینا را کلش حذف کردن از بسیاری از پانتونها. به نام اسلامی هست پانتون، لکن این چیزها را حذف کردن. از این خاطر بسیاری کسا که در اینجا درس میخوان، خلاص وقتی که فارغ میشن ذهنا آماده هست به پذیرش طاغوت، و همون طاغوت کلانه که ضد شریعت الله قوانین داره، او را من ایس حاکم خود قرار میده و باز آیات و احادیثی که در راستای حاکم مسلمان هست که از او اطاعت بکنین، بازی کلش این آیات و احادیث بر کی استعمال میکنن؟ به اطاعت طاغوت. او خود طاغوت هست، اول طاغوت نمیشناسه که طاغوت است، پس این آیاتی که برش گفتم میشه این فکر میکنه که این آیات کلش بر کی به نفع از طاغوت است. بازی آیات اطاعت ای ولی امر ما هست، بزرگ ماست، این خود طاغوت است، این خود کافر است، این خود ضد شریعت الله کار کرده، این خود نظام شریعت بیخی دور کرده است. نه، چرا؟ مشکل دیگه است که اصلا از امروز اول که درس رفته و در مدرسه و در این پانتونی که درس خوانده، چون این کلش در رهبریتش تواقیت است، علمای طاغوتی که تواقیت مطبوع هستن اینا این کارا را کردن که خلاص همین قسم جوانا باید به این شکل تربیت شه. او بیچاره خوشحال است که من لیسانس دارم، ماستری دارم، دکترا دارم، اما والا و برای گپا هیچ بیخبر هست و سرسخت مخالفت میکنه و سرسخت مخالف است. اینا چون باز غرورم برش داده که خب تو چی شهادتنامه داری؟ تو چی سند داری؟
تو چی فلانی داری؟ حتی یک وقتی مثلا یک کسی مثلا مرد است یا زن است یا دختر است با یک فیسبوک به نام دخترها جور میکنن، استاد دایی میگه چی هست این رشته شرعیات نیست، از این گپ گوش نگیرین، این زبان عربی خوانده. لعنت الله علی الکاذبین. در کجا خوانده؟ علما در مدرسه دارالعلوم عربی کابل از صنف 9 تا 14 خوانده. از صنف 9 تا 14 فارغ مدرسه دارالعلوم عربی کابل هست. آیا این مدرسه دارالعلوم عربی کابل جای زبان هست؟ نه. احکام شرعی خوانده میشه. از صنف 14 دارالعلوم که فارغ میشد و وقت بر ما لنگی بسته میکرد که این شما مولوی هستید. اما هیچ یاد نداشتیم، ما یاد نداشتیم به خاطر از اینکه مثل که این بیچاره ما هم طاغوت نمیشناختیم، ما هم یه احکام نمیشناختیم، ما هم ولا و برا نمیشناختیم، ما هم نواقض ایمان نمیشناختیم. بعد از وقت ما در لیبی رفتیم کلیت دعوه الاسلامیه. شما کلیت دعوه الاسلامیه در مصر در این کشورها ببینید که و کلیت اللغه العربیه علیده هست، دعوت الاسلامیه علیده هست. متوجه هستید؟ باز ما که مثلا ماستری که در لیبیا خواندم تکمیل نشد، ماستری دیگه که در 15 شرایط خواندم. در 15 شرایط در فاکولته شرایط ما بخش فقه و قانون خواندیم. از شریعت و همت یک نام دادم که شریعت و القانون. این حاله ماستری که در اونجا خواندیم در فاکولته شرایط در 15 شرایط هم اونجا 15 دیگه بود به نام ادبیات، به نام فاکولته ادبیات. او قسم لغه العربیه داشت. تخصص میگرفتن کسایی در لیسانس و ماستری و دکترا مشخصا در زبان عربی میگرفتن، لکن ما ماستری در فاکولته شرایط گرفتیم. همون نمیفهم که خواهر است یا چی هست یا خانم است یا چی هست تبلیغ میکنه. و کسی برای من گفتم خیر از باز انشاءالله در قنطره برش استاد میشیم در روز قیامت در محاسبه اعمال باز میبینیم که شهادتنامه. یعنی بسیاری وقتایی لشکر طاغوت که است، بسیاری وقتا به خاطر خراب ساختن ذهنیت دیگران وقتی که تو برش زبان عربی رو خوانده باشی خوب است. حالا وقتی که بسیاری کسایی که زبان عربی رو خواندن عیب نیست، کسایی که زبان عربی رو خواندن فهمیدن زبان عربی صرف و نحو و بلاغت یا کلش کمک میکنه که تو کلمات قرآن بسیار دقیق میفهمی. این بسیار خوب است. یریدون، الله متعال میگه در آیت 32 یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. امی دشمنای الله چی میخواین؟ میخواین که نور الله را با دهانهای خود خاموش بسازند. و یأبی الله الا ان یتم نوره. لکن الله متعال ابا میکنه مگر ای که نور خدا، دین خدا اسلام و قرآن و سنت نشر بکنه، ولو کره الکافر، ولو که هر قدر کافرها بد ببینن. با بدبینی کافرها خود دین نمیشه، مانع شده نمیتونن بکنن، تبلیغات خدا بکنن. الله متعال میگه اینا با افواه چی مانع، یعنی با تبلیغات خدا اینا میخواین که مانع نور الله شدن. لکن الله یتم نوره، تمام میکنه نور خدا، ولو کره الکافرون. اگر چه هو الذی، الله ذات است که ارسل رسوله، فرستاد رسولش بالهدى برای هدایت، و دین الحق، با هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا هدایت و برای هدایت مخلوقات آمده و دینشان دین حق است، با دین حق آمده. لیظهره علی الدین کله. الله متعال میگه که الله پیغمبر فرستاد با هدایت و دین حق. برای چی؟ برای ازی فرستاد که این دین حق و این رسول حق بالای تمام ادیان، لیظهره علی این دین حق بالای کل ادیان چی کنن؟ ادیانی که مردم ها ساختن، چی دنیای مسوخ است که اینا همین ساختن از خود تغییر دادن، یهودیت و نصرانیت و چی هندویزم و فلانی، بالای کل از اینا این دین حق چی میشه؟ این پیروز میشه. هر کسی که حق فهمیده، یکی است که اونا را در تعصب گرفتن، در تکبر گرفتن، درس گوش نمیگیرن، قرآن گوش نمیگیرن، درس گوش نمیگیرن، اونا بیچاره مشکلات خدا دارن. لکن کسایی که حق گوش میگیرن اینا باز 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله شرک و کفر و ارتداد خدا ترک میکنن. با تو مسلمان های مبدل میشه که دل کافرانه مشکنن، دلشان سیاه میکنن از زندگی. چرا؟ این وعده الهی هست که
لیظهره علی الدین کله. الله متعال اسلام بالای تمام ادیان باطل چی میکنه؟ پیروز میسازن. ولو کره المشرکون، پیشتر ولو کره الکافرون گفت حالا کره المشرکون، ولو که مشرکا از این بعدشان هم بیاید. دیگه حکم اللهی است که مسلمان ها را بیان میکنه که امی احبار و رهبان طواغیت مطبوع چه قسم علاماتشان و چه قسم اینا رو بشناسین. اینا یک مشکل دیگه هم دارن. چی مشکل دارن؟ فتواهای غلط خو میتن، حلال حرام میسازن، حرام حلال میسازن. میبینید بسیاری وقتا موسیقی پروا نداره، موسیقی اسلامی این موسیقی یعنی گناه اسلامی رسه که کفره. موسیقی را مشروعیت میتن، شراب در بسیاری جای مشروعیت میتن، زنا را مشروعیت میتن، گناه ها را مشروعیت میتن، کفریات را مشروعیت میتن، شرک را مشروعیت میتن. این کارا را خو میکنن. دیگه چی صفات ازش دارن؟ الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا این را هم بشناسین که یقین داشته باشین که کثیر من الاحبار و الرهبان، بسیاری از احبار، امی علمای طاغوتی، علمایی که به طاغوت مبدل شدن، و رهبان، راهبا، پیرهایی که طاغوت هستن، طاغوتای مطبوع هستن، یا چی صفت دارن؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اینا مال مردم به باطل میخورن. مال یتیمه به نامهای مختلف مال یتیمه میخورن، مال فقیره، مال مسکینه، مال عاجزه، مال مردمه برش چال جور کردن، این اموال مردمه به باطل میخورن. خب آل خودش خب مال باطل هم میخوره، خودش خود این حرام خوری ها و این گپا مبتلا هست، خودش خود مال مردمه به باطل میخوره، خودش خود شکمش مال یتیمه میخوره، با بدعت های مختلف جور کردن و بنام از این بدعت ها مالای مردم به باطل میخورن. تنها به می اکتفا میکنن که شکم خدا سیکن. نه، میگه بازی ها یک عیب کلان دیگه هم دارن که و یصدون عن سبیل الله، اینا مانع دین الله میشن، مانع جهاد فی سبیل الله اینا میشن، مانع توحید اینا میشن، مانع بیان حق اینا میشن، اهل حق میکشن، دگیرشان به اوه وقت نمیتن، عاجل میگه بکشینش، زبانش خاموش بساز. مانع دین الله میشن، مانع رای الله میشن. الله متعال میگه و آلیار احبار رهبان به نام علمای دین و به نام پیرها پیسه ذخیره کرده میرن. الله متعال میگه والذین و کسانی که یکنزون الذهب والفضه، چی میکنن اینا؟ جمع میکنن و ذخیره کرده میرن طلا و نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، هر کسی که کار میکنه مال و پیسه و گپا را جمع میکنن در راه الله را نفقه نمیکنن، با جهاد مصرف نمیکنن. الله متعال میگه فبشرهم بعذاب علیم، بر از اینا بسیار عذاب دردناک بر از اینا بشارت بده. یوم روز قیامت چی میشن؟ یحمى علیها فی نار جهنم، با امین مالهایشان اینا در آتش دوزخ داغ میشن، مالش با آتش مبدل میشه مثل وطور. فتکوا بها، تکوا در زبان عربی مکوا وطور میگن، یعنی میگه امین مال که ای ذخیره کرده، امین توته های طلا را که جور کرده و نقره را که جور کرده و بندلا را جور کرده، ی آتش مبدل میشه. میگه توسط از یا فتکوا بها، توسط از این آتش اینا وطو کرده میشن فی نار جهنم. چه قسم موتو میشن؟ میگه جباههم، پیشانویشان، و جنوبهم، تختای پشتشان، و ظهورهم، و پیشرویشان. این سه حالت این چه قسمی را بفهمیم. بعض علما میگه مثلا امی کسایی که مالدار هستن و مال خود برای فی سبیل الله نمیتن، در حق شهدا نمیکنن، در فقرا و مساکین و مجاهدین برای نمیتن، میگه یا سه قسم عمل کرد دارن. یکی که برشان گفته شود که مالتان در راه الله مصرف بکنین، پیشانویشان ترش میشه، جباه هم پیشانویش ترش میشه. ای باز کتینمی مالش پیشانویش اوتو میشه که زمین آتش. چرا پیشانوی خودش کرد؟ یک تعدادی هست که وقتی که برشان حق بیان شود، گفته شود که فی سبیل الله انفاق بکن، جمع پالوی خود دور میته، این قسم بغل خود به طرف دور میته پالویشن. الله متعال این بغلای زرار با امی آتش. و بعضی توی دیگاهشان چی هستن؟ ظهور تخته های پشت خودن، جبهه پیشانی رو میگه، جنوب پالو میگه و زهر تخت پشت میگه.
جبهه پیشانی رو میگن، جباه جمع جبهه هست، پیشانیشان پیشانی ترشی کرده. جنب پهلو رو میگن، جنوب پهلوهایشانه. چرا؟ از دادن حق پهلوی خود در دادن، هیچ کس گپ نمیزنه. تو برش بگو برادر فی سبیل الله انفاق بکنه. و ظهوری است که بیخی تخته پشت خود روی خود دور میته، اون طرف میره، هیچ گپ نمیزنه. هذا ما کنستم. الله متعال میگه که این قسم توسط همی آتش مالشان که با آتش تبدیل شدن توسط از این تو میشن، برشان میگه که هذا ما کنستم لانفسکم. این همون مالی است که شما خودتان برای خود گیر کنز و خزانه جور کرده بودین. فذوقوا بما کنتم تکنزون. پس شما عذاب بچشین به سبب آن چیزی که شما کنز و ذخیره میکردن. این عیب ها و مشکلاتی که اهل کتاب داشتن، اینه برای ما و شما بیان کردن تا که ما و شما درس بگیریم از این عیب های زنا به این عیب ها خودم مبتلا نسازیم، مبتلا نباشیم و بفهمیم که کدام عیب ها سبب کفر از زنا شد و مسلمان باید از این عیب ها خودم محافظه بکنن. مطلب دومی که در قسمت اهل کتاب میگه که موافقت اهل کتاب با مشرکین هست. این اهل کتاب با مشرکات چی داشتن؟ موافقت داشتن. مطلب دوم هست که موافقت اهل کتاب با مشرکین، یعنی مشرکین بعضی اوقات چی میکردن؟ روزهای سال یا ماه‌ها را چی میکردن؟ ماه‌ها را 12 ماه را به 13 ماه تبدیل میکردن، تغییرات میدادن. بعضی اوقات روزها را کم زیاد میکردن. هدفشان چی بود؟ هدفشان این بود که ماه رمضان و حج در نزد مردم گدوت بسازن. و اهل کتاب هم در این کار به همراه مشرکین چی میکردن؟ مشرکین را تضعیف میکردن. الله متعال میگه ان عدت شهور عند الله 12 شهرا. تعداد ماها به نزد الله 12 ماه هست. فی کتاب الله، در کتاب الله هست. یوم در لوح محفوظ است. یوم خلق السماوات والارض، از روزی که آسمان ها و زمین خلق کردن 12 ماه هست پیش الله. در این زمین شما چند ماه داریم؟ 12 ماه. منها 4 حرم، 4 ماه از این ماهای حرام گفته میشه. ذلك الدین القیم، این دین راست است. فلا تظلموا فیهن انفسکم، بالای نفسایتان ظلم نکنین. مشرکین چی میکردن؟ 12 را 13 میساختن. روزای ما را هم بسیارش کم و زیاد میکردن، تغییرات داشت میآوردن قصدن. و قاتل المشرکین کافه، اینجا الله متعال میگه مشرکا را مکمل امرایشان قتال بکنین. کما یقاتلونکم کافه، این نمی قسم که امرای شما مکمل می جنگن. و علموا ان الله مع المتقین، علم داشته باشین که الله به امرای متقیان هست. انما النسیء، نسی چی هست؟ همین تأخیر انداختن و به هم زدن ماها را این نسی میگه. میگه این زیادت فی الکفر، زیادت است در کفر. یضل به الذین کفروا، توسط از این گمراه میشه کی؟ کافران. یحلونه عاما و یحرمونه عاما. وقتی که ماها را تغییر داد، باز اینجا معلوم نمیشه کدام ماه حرام است، کدام ماه حج است، کدامش ماه روزه هست. گدودش میسازن. میگه یک سال حلال میسازش، یک سال حرام میسازش. لیواطئوا عدة ما حرم الله، تا که حلال بسازن چی را؟ تا که ماهای حلال را این موافقت ایجاد بکنن با آن چیزی که الله حرام کرده. فیحل ما حرم الله، از این طریق باز حلال میکنن چیزی که الله حرام کرده. زین لهم سوء اعمالهم، اعمال زنا بر زنا زینت داده شده. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله قوم کافر هدایت نمیکنه. حال بحث سوم شروع میشه که اهمیت جهاد فی سبیل الله هست. یک 2 دقیقه بعد باز ما شما 2 دقیقه صبر میکنیم، 2 دقیقه بعد باز شروع میکنیم ان شاء الله.